به نام خداوند ایران زمین در کنار پل تاریخی پل دختر هستم. سالها بود که فکر میکردم چجور از این تنگه به اون تنگه برای چه شهرهایی استفاده میشده، کجا میرفته، حدسیاتی میزدم. منتها یک قسمتش مجهول بود برام، تا عاقبت مشخص کردم و مشخص شد. شاید کسایی هم قبل از من متوجه شده باشن ولی من ندیدم یا نشنیدم. این مسیریه که به پل دختر منتهی میشه و در قسمت جنوبی شهر پل دختره، در قسمت شرقیش همونجوری که مشاهده میکنید که پل تخریب شده، خراب شده، یک راه